هموطنان گرامی و تمام کسایی که به زبان فارسی بلدت دارم، میخوام صحبت را که داشته باشیم، میخوام که این صحبت ما را تا آخر دقیق گوش کنیم و حوصله فراوان داشته باشیم. هموطنان گرامی، تا 20 سال تحصیلی را که ما کردیم به شکل رسمی و یا به شکل شخصی، مسائلی را که در خصوص مذهب مختیم، ما به این نتیجه رسیدیم تا 62 سال عمر خود که در جهان ما که زندگی میکنیم، در این جهان اسلام، از امو ابتدا تا به حال دین اسلام طوری شده که بعد از وفات پیغمبر اسلام یک امپراتوری بزرگ اسلامی را به وجود آورده بود. امو شاهان و امپراتورای اسلام. هموطنان شما دقت کنین و این را حوصله داشته باشین و دفعتا عکس العمل نشان ندین. ما از امو ایام ابتدای 1400 سال اضافه 1400 سال تمام مردم مسلمان فقط مثل اسب گادی امو قبضه دهان ما از امو طفولیتی که پیدا شدیم، وقتی که طفل ما تولد میشه در گوشش آذان گفته میشه و بعد از او امو چیزی را که تکراری با پدر و مادر ما مختیم بر ریاضا میاموزیم و امو چیزی را که در شریعت برای ما گفته شده امو را تطبیق میکنیم. شریعت را بعد از وفات پیغمبر اسلام خود عربا به خاطر نفع خود اونا جور کردن. به طور مثال در شریعت آمده 5 بنای مسلمانی، بنای آخر مسلمانی را که امو حج است. ما در خصوص حج یک کمکی برتان میگم. بعد از مسائل بسیار مهم پیچیده را که کسی که علم و دانش داشته باشه به زبان ما به هدف ما خط فهمیدن. هموطنان گرامی، امی کعبه بگویم، امو سنگ سیاه که ما مسلمانان در اونجا جمع میشیم، در زمان پیغمبر اسلام نبود اونجا. پیغمبر اسلام خودش سجده میکرد به طرف بیت المقدس. او در پیغمبر اسلام تایید میکرد تمام پیغمبرها را. در قرآن ما چیزی که از تفسیر قرآن ما اوستا را خواندیم، زبور، تورات، انجیل و قرآن همه را مطالعه کردیم تا 62 سال عمر خود. ولی این نتیجه را که گرفتیم شما دقت کنین هموطنان عزیز و این را باید فراموش نکنین که ما یک چیزی را که در آخر عمر خود میگم، این البته میخوام که امی مهر خاموشی را برای زبان ما که بدن ما بسته شده او را باز کنیم. هموطنان گرامی، امی کعبه سابق نبود. بعد از وفات محمد پیغمبر اسلام او تایید میکرد تمام پیغمبرای قبلی را. این بعدا امی امپراتورا ساختن به خاطر ازی که تمام مردم اسلام اونجا بیاین، همیشه تابع از او باشن. امی بتخانه که بود امو کعبه به اونجا به حساب انتقال داد، امو نماز هم به او استقامت شد. و بعد از این خود امی قسمتایی که دیگه پیغمبرا در چیز بودن، در فلسطین نمو اسرائیل که هستن، یوسف علیه السلام، خود پیغمبر موسی، عیسی، اینا و زردشت که از در افغانستان بود، در بلخ، اینا را کلش امی سلطه یا امپراتوری عرب از بین بردن. در اونجا بزدی از و ایبادن در زمان پیغمبر نبود. پیغمبر تایید میکردن امی تمام پیغمبرای قبلی را. او حتی گفته بود که چندین 1,24,000 پیغمبرها وجود داشت و کلش تایید میکرد. ولی متاسفانه به خاطر سلطه امی امپراتوری امی عرب این کار کرد. چرا که او هر جایی که میگرفتن از اونجا هم مالیه جمع میکرد، اونجا را به نام غنیمت تمام طلایش را میگرفتن، همه جا را چور میکردن. و به این شکل در افغانستان ما بعدا یا امیالی میخوام که بگویم که وقتی در افغانستان آمدن اونا امی چی را افغانستان گرفتن
تمام بوتای طلایی ما را بردن. ما قبلا گفتیم نمیپیچیم، یعقوب الله سفاری امی فابریکات قبلا در زمان زردشت موجود بود، یعنی در زمان حکومت قبلی زردشت قبلا موجود بود، ولی در دین زردشت امی فابریکای مثل عینک و طلای ما را در اولنگ او را از بین برد. خب به هر صورت اینا حتی به خاطر امی مکه مردمی را که در اونجا پاچه بودن به نام آمدن به مکه ور از بین بردن. چنانچه امی خود اسلام که در شمال افغانستان تطبیق شده بود، ما پیشترم گفتیم، میره بازم تکرار میکنیم، امی خود بانی خراسان یعنی ابو مسلم خراسانی را با فامیلش کشت. بعد از 5 سال دیگه باز قماندان سرلشکر بزرگ اسلام در شمال بود، او را کشت که به نام برمکیه خان با خاندانش. خب به هر شکل ای را زیاد نمی پیچم، میام سر اصل مطلب. هموطنان گرامی، بعد از او که اسلام در شمال افغانستان به وجود آورد، اونا در اون زمانه 185 سال تیر شده بود که از اسلام دیگه، یعنی در زمان امویان بود. در اونجا امی مقبره زردشت گرفتن. اونجا یک نفره که به نام ازی که ای استخوانه ای چیز است، ای قبر در قسمت تخار بود، یک مقبره، گفت که ای حضرت علی است، ای ما در خواب ما آمده، ای را ببرین در مزار شریف دفن کنین، در حالی که حضرت علی نیستی. این استخوانه دیگه کس بود آورد به خاطر ازی که بقای زردشت از بین ببره و اونجا در جای در آرامگاه زردشت امی استخوانه را دفن کرد و امی روضه حضرت علی را به وجود آورد، در حالی که این کلش دروغ است. هموطنان عزیز، علی در مزار نیست، علی در نجف هم نیست. علی را در زمانه که قبلی ای بی اتفاقیه در بین اسلام در اونجا در خلفای راشدین بود که پسر خود امی دختر محمد صلی الله علیه وسلم که خانم علی بود که از او گریخته بود، در جای دیگه دفن است. خب به هر شکلی تاریخای دیگه میگه، تاریخی که واقعیت میگه. ما میام سر اصل موضوع. اینالی سر اصل موضوع وقتی که میپوچیم به خاطر ازی که ویدیو ما قطع نشه، هموطنان عزیز، ما یک بسیار مسئله مهم و پیچیده ای را که کسان هنوز نمیفهمند، واقعیت تاریخ نمیفهمند. ما اصل اولین انسان، اولین کسی که خداپرست واقعی بود، اولین کسی که یکتاپرست واقعی بود، ای در افغانستان بود. او را بر شما اینالی تشریح میکنیم. شما این موضوع را بسیار دقت کنین. این واقعیت خود زردشت و خود مکتب زردشتی را، امی دانش زردشتی را بر شما تشریح میتونم. ما ویدیو را قطع میکنیم به خاطر ازی که ویدیو زیاد در یوتیوب نمیره، ما نمیتونیم به یک جای ارسال کنیم. بعدا گوش کنین هموطنان عزیز، بسیار مسائل بسیار مهمه برای شما تشریح خواهد کردیم. ایرا تا ویدیو بعد، ویدیو بعدی ما را حتما گوش کنین که بسیار مهم است هموطنان عزیز.